کتاب و مقام آن در فرهنگ اندیشه و افکار ملت تاجیک جایگاه مخصوص داشت و همیشه مقدس دانسته میشد. جای خوشی است که کتاب دوست بودن و از کتاب خوشروزی و پیروزی جستن در طینت مردم تاجیک سرشته شده است و در هر دور و مکان زندگی کند به کتاب پیوند است و این جوهر فطری او را راهنما و راهگشاست. با مقصد باز هم بلند برداشتن ذوق کتابخوانی در جامعه با اقدام و سرپرستی بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 2 سال است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار می گردد. این آزمون در تعیینات خود معیارهای را مقرر نمود و آموزش و آثار این ادیبان و دانشمندان را مرتب ساخت که بیشک بر رشد ذهنیت انسان تکان جدی می بخشند. یکی از چنین ادیبانی که آموزش آثار او در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است منظور شده است غایب سفرزاده می باشد. بسیار خوب است که آثار این شاعر خوبی ما ادیبی توانای تاجیک و در عین حال دارای اندیشه پیشرفته ملی از طرف شرکت کنندگان این مراسم مهم، این تشبس مهم فرا گرفته شوند، از خود کرده شوند و فکر میکنم این خدمتی که در این برگزاری این مراسم با چاپ آثار او شد در تکمیل این برنامه سهم خوبی داشته باشد. واقعاً غایب سفرزاده از زمره شاعران نامور تاجیک است که در نظم معاصر سیمای خاص و درخشان ادبی و شخصیت خود را دارد. ایجادات او را بیشتر موضوعهای دوست داشتن وطن، افتخار از ملت و خلق خویش، نگاه داشتن خوشاهنگی طبیعت، گرامی داشتن زبان مادری و امثال اینها تشکیل می دهد. غایب سفرزاده یکی از شاعران بسیار هم با استعدادی بود که در سالهای 60 عصر گذشته به ادبیات وارد شد. بر اثر یک اندازه دموکراتی شدن جامعه غایه های ملی و خودشناسی مردم بالا می رفت و در نتیجه خب غایب سفرزاده هم همین گونه غایه ها را در ایجادیاتش ترنم می کرد. بنابر همین غایب سفرزاده موقعی استوار در شعرهای آن سالها داشت. البته همصفان وی مثل لایق، شیرعلی، بازار، صابر دیگرها بودند که هر یکی بسیار هم چهره درخشان ادبیات به حساب می رفتند و غایب سفرزاده هم از جمله آنها بود. شعر غایب سفرزاده سرشار مهر و محبت به کشور عزیز ما، سرشار مهر و محبت به فرهنگ میراثی ما و سرشار محبت و دلسوزی به سرآمدان همین ادبیات ما است. و اگر همین گونه یک اندیشه رایج شده باشد که تاجیکستان یک وطن کوچک است، تاجیکستان یک کشوری خرد است، غایب سفرزاده در شعرشان شهامت و بزرگی تاجیکستان را بازگو کرده توانستند. ایجادات این شاعر زیبا بیان و تازه اندیش مضمون و محتوای جاودانه داشته در همه دور و زمان جذابیت خود را گم نکرده، برعکس محبوبیت بیشتر پیدا می کند. غایب سفرزاده به حمایه ارزش‌های ملی و استواری مقام زبان تاجیکی با جسارت و نگاه خاصه صدا بلند می کرد. مقاله نوشته او تحت عنوان تراوت زندگی در زیبایی است، نام زیبا نیمی حسن سال 1968 در فضای آن وقته تاجیکستان پیرامون حفظ زبان مادری تکان جدی را به وجود آورد. موضوع اصلاح زبان، بهبود زبان مادری، همچنین مقاله های پای در پای او را می‌بینیم، مراجعات های پای در پای او را می‌بینیم، نامگذاری ملی و واحد های تأسیسات مدنی و عمرانی، همه این موضوع های داغ امروزه که از مثلا از سطح مقامات عالی ما هم مطرح می شوند، در همان روزها خیال این شاعر ملت دوست رو تکان می دادن و جنبش می آوردن. و امروز من فکر می کنم که چاپ دوباره
خیلی وسیع و گسترده آثار غایب سفرزاده برای پیشبرد و تکمیل اندیشه ملی بی‌فایده نیست. خیلی خوب، خیلی مساعدت خوب میتواند کند. شعر غایب سفرزاده واقعا هم یک شعر صمیمی، یک شعر خاطرمان، یک شعر ماندگار است. غایب سفرزاده سالهای 60 به عرصه مطبوعات و به عرصه ادبیات قدم گذاشتند و خدمتی که در مطبوعات تاجیک، در ژورنالیستیک تاجیک و در ادبیات تاجیک کردن واقعا هم خدمت ارزشمند است. و سالهای 60 سالهای بیداری فکری نامگذاری میکنند، سالهای بلندگردیدن سطح خودشناسی ملی معنیداد میکنند و از روزگار و زندگی نامه شادروان غایب سفرزاده به خوبی عیان میگردد که در صف پیش زیاییانی که همین شیوه کار را اندازی میکردند غایب سفرزاده قرار داشت. اشعار غایب سفرزاده از آغاز فعالیت ایجادی او مورد توجه خوانندگان و پژوهشگران ادبیات گردیده به دلیل هدفمندی، مشخص و آراسته بودن با عنصرهای هنری چون سند استعداد و قریحه ادبی شناخته شده است. موصوف در انعکاس موضوعهای حیاتاً مهم اجتماعی و ملی به سرودن شعر اکتفا نکرده به واسطه آچرک و مقاله ها و دیگر ژانرهای روزنامه‌نگاری در تحلیل و بررسی فعال مهمترین مسئله های روزگار خود با دید روشن و شجاعت کم نظیر ایجادی اقدام نموده است.